خب سلام عرض میکنم. اینم از کابین ما، کابین داخل کشتی، دو تخته است. عرض به خدمتتون که با شانس این دفعه دیگه 6 تا راننده داخل کشتی بودیم. این کشتی دارای 6 تا کابینه، هر راننده یه دونه کابین دادن، دستشون در نکنه. پرسنل کشتی همه لهستانی هستن، برخوردشون بسیار عالی، غذاشون هم خب متعادل ولی صبحونه‌شون عالیه. همه چیزایی که ما نیاز داشتیم تو این کشتی موجود بود. این تلفن اضطراریه، با قسمت کنترل کشتی با کاپیتان هم میشه تماس گرفت و با اتاقای بغلی هم شما رو اتاقو بزنی میشه تماس برقرار کرد. بعد اینم سرویس بهداشتی ما با حمومشه. عرض به خدمتون که اینم بیرونم بگیریم. این روی عرشه میره، پله پشت عرشه است. اینم بقیه اتاق هاست و ته سالن ثبت راست سالن نشیمن ماست. اونجا سیگار میکشن، فعلا نمیرم اونجا چون واقعا سردرد میگیرم. به هر حال اینم بخشی از زندگی ما راننده هاست، ولی لطفاً به حساب این نذارین که عجب بابا کیف و حالی میکنه. نه، اینا بخشی از کارمونه. راستیتش زیادم لذتی نداره و چون همش یه طرفش قضیه استرسه، کی برسیم کی نرسیم. بعد گمرک همش میگیم ما سریع برسیم، بار خالی کنیم، یکی دور استراحت، دوباره بار بزن برگرد سمت اروپا. بازم شکر بالاخره ما میتونیم به این طریق به کشورمون خدمت کنیم. امیدوارم همیشه سرحال خرم باشید. درود بر شما.